امروز سنه 21 دکبر روز کوتاه‌ترین و شب درازترین سال 2020 در شهر خوجند و ناحیه‌های اطراف آن میباشد. در این باره استرونوم سمیجان خوشاکوف با ما اطلاع داد و گفت از روی مشاهده‌های استرونومی روز کوتاه‌ترین سال 2020 به سنه 21 دکبر راست آمد. چرا ماه سنه 21 دکبر این حالت به قید گرفته شده است؟ سبب آن چی است؟ برای آنکه خوجند منطقه چقور به جای گیر شده است، منطقه گیوگرافی چقورتر به جای گیر شده است و از دیگر منطقه هایی که بلندکوه هستند یا که از سطح بحر بلندتر جای گیرند آنها فرق میکنند با سبب همین بلندی یا پستی بودن. اصلا از حساب کتابی استرونومی حاضر گفتگی من امروز روزی کوتاه‌ترین و شب درازترین در خوجند و اطراف آن و عموما با عموم جهانی مطابق کرده شده است. اصلا در خوجند از قدیم الایام 8 روز 10 روز تا 13 روز فصل‌های سال پیشتر می‌گرفتند. این شما می‌دانید که در بین مردم هست که سال نو خوجند هفتم ماه مارس سر میشه. از همین حساب کرده بیاییم اگر 8 13 دکبر زمستان می‌دراید. از روی تحلیل‌های استرونومی امروز در شهر خوجند اولین روز زمستان است و برف بارید. تحقیقات و مشاهده‌های استرونومی نشان می‌دهد که شروع از پگاه شب کوتاه و ساعتی روز دراز خواهد شد. سبب آن را به حرکت زمین و آفتاب ربط می‌دهند. اولین روزی که روزی کوتاه‌ترین به آخر رسید از پگاه سر کرده توقف زمستانه آفتاب یک 2 روز 3 روز ما دیده نمیگذاریم و روزها دراز شدن میگیرند. همین سرشوی زمستان. بعضی منطقه‌های کره زمین به دیگر خیلتر، بعضی منطقه‌های کره زمین مثلا بهار دیگر خیل وقت. اصلا گویم از نیمکره شمالی زمین نیمکره جنوبی زمین فرق میکند و اونجا به بهار بالا و زمستان همین خیلی فرق میکنند. از روی حرکت زمین فرق کردنش در روزی کوتاه‌ترین و شب درازترین را در گذشته مردم خوجند شب یلدا مینامیدند. در فرهنگ مردم شهر خوجند و آسیای میانه این شب را شب چله درا مینامند، یعنی شب چله است و آن به قول جامعه شناسان در بین مردم همچون چله معروف می باشد. اسلام رحیموف نامزد علم‌های فیلولوژی سبب، عامل و خصوصیت‌های چله را شرح داد. با اون معنی که در شب‌های چله، شب‌های دراز است، مردم ما در گذشته شب‌های بیدلخانه می‌کردند. شب‌های سعدی خانی بود، شب‌های شاهنامه خانی بود. قصه‌های امیر حمزه، سرگذشت حاتم تای و دیگر قصه‌های مثلا چهار درویش و سمک عیار و همین قصه‌های تصور کنید که اون وقت تلویزیون نبود، رادیو نبود، کتابخانه‌های عامه‌ای که قریب نبود، یک آدمی با سواد می‌گرفتند، در گرد صندلی می‌نشستند، یک خوراک آماده می‌کردند و همون آش پلاو باشتن ملکه از شب شیله بالای آش پلاو به دانی انار پاشیده می‌خوردند. یعنی این سبب‌هاش و وجود انسان لازمی میکرو الیمنت‌های توسط انار، توسط تربوز، توسط سیب سرخ، توسط لبلبی سرخ وارد میکردند که نه طب امروزه هم اثبات کرده است و یگان مثلا به این جای شک و جای شبهه نمانده است. شروع از آغاز شب چله تا آخرین آن باید مردم میوه‌های رنگش سرخ را بیشتر استعمال نمایند، چون که در این وقت ارگانیسم انسان با آن احتیاج زیاد پیدا می‌نماید، میگویند کارشناسان. یکی از خصوصیت‌های شب یلدا این در صندلی نشسته خوردن میوه‌های ترکیبش سرخ را توصیه می‌دهند. جامعه شناسان میگویند که هر میوه‌ای که ترکیبش سرخ است اون را باید در شب یلدا و دوام چل روز که چله وارد می‌شود استعمال نمایند. اما کشادن انار باید چنان صورت گیرد که به آن کارد رسانده نشود و دانه انار دو تقسیم نگردد. در گذشته شب‌های دراز چله را با خواندن رباعی و مثنوی سپری می‌کردند. این کار به خاطر بلند برداشتن دانش هر نفر مساعدت می‌نمود. حالا باشد این حالت کمتر به نظر می‌رسد. از سرخوابی باید دور شد و با کدام راه؟ با راه خواندن، با راه آموختن، با راه مثلا یک چیز نو را فرا گرفتن.
беҳтарин аён буд ки дар кишту кор ҳам ягон кори зиёдатӣ нест. Сандалии гарм, анори сурх, себи сурх, тарбузи сурхро гирифта ҳамун назди сандали монда гарм карда хӯрдан, ин аз суннатҳои хӯрокхӯрии чилла аст. Ва дигар суннаташ ин омӯхтан. Ва ҳатто ҳамин хел шугун ҳам ҳаст ки дар гузашта ҳамин дар баробари чилла дар омаданаш мардум чилланишинӣ мекарданд. Яъне дар муддати 40 рӯз ба худашон аҳд мекарданд ки чанд китоба то охир мехонанд. Масалан баъзеҳо хатми Қуръон мекарданд, Қуръонро мехонданд. Баъзеҳо якчанд китобҳои бузурга, китобҳои машҳура гирифта аз сар то ба поёнаш мехонданд. Яъне давраи омӯзиш ва инкишоф аст. рӯзи кӯтоҳ ва шаби дарозтарин имшаб мегузарад ва пагоҳ чилла ворид мешавад ки шабҳояш дароз ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ коршиносон хоби каму хондани асарҳои бузургро тавсия медиҳанд то малакаи хубро дар соҳаи илм соҳиб шаванд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.